ابراهیم شبانی الله رحمت و مغفرتش فرماید میگوید در کشتی نشسته بودیم، ناگهان یک باد سخت برخیست. اهل کشتی سخت ترسیدند و هر کس به دعا و زاره مشغول بود. درویش در یک گوشه کشتی نشسته بود و مصحف در پیشش قرآن خوانده ایستاده است. میگه نزدش آمدم گفتم ای جوانی خوب، تو هم نیز دعا بکن. برخیست و مصحف را بر دست گرفت، گفت الهی اگر کسی نامه سلطان تو را در دست دارد، در دنیا کسی به او ضرر رسانده و چیزی به او ضرر رساندن نمیتواند و از همه بلاها امین است. این نامه توست که در دست من است. پروردگارا ما را از این آفت نگاه بدار. میگه چون این سخن را بگفت، در حال باد میگه ناپدید شد. الله اکبر. میگه جوانایی که در داخل کشتی بودن این حالت را که دیدن، یکیش میگه برخیست و آواز داد هر کی پناه به کلام خدای تعالی آورد در دنیا و آخرت نجات مییابد. قصه از کتاب تذکرة الشعراء و از کتاب مطربی سمرقندی.